مقصد که ایخانت برو اول پیشکی آگاه دادن که برو ایخانت، ما این خانه را چپه میکنیم. گهوار آمد دیدم با برو آمدن ایخانه بیرون کردم، گفتم برای آخی انسان مسلمان هستی در همینجا شما میخوام. در ماه رمضان ناله زنکی کی باید بشنوه؟ ای به شرفو، ای کسی که آخی دیروز برو آمدی در سر دمی قدر شبکه میگوی زنبوری اصل میگیری پدر سگ، ناله زنک باید کی بشنوه؟ یک ذره اگر ایمان میجوشه برداشت این مسئله سخت است. آبی چشم این زن در ماه رمضان کودک گوهره در خانه، مقامات داخل میشه، میزنه، تحقیر میکنه، دعوا میکنه، برای گم که از خانه خدا میگه. این دیگر تجاوز است، این زن نیست. نقطه دیگر، یک نوار دیگر من میگذارم. ساکنان محله حسن‌آباد در اطراف دوشنبه میگویند پس از 3 ماه تخریب چند منزل در این محله، مقامات حفظ حقوق دیگر باره با ویران کردن منزل‌هایشان شروع کردند. این بنا را روز 21 اپریل کارمندان مقامات محلی و حفظ حقوق ویران کردند و به چند دیگر هشدار دادند که منزل‌هایشان تخریب می شود. فرزانه بابایوا به سختی توانسته است از تخریب منزلش پیشگیری کند. مقصد که ایخانت برو اول پیشکی آگاه دادن که برو ایخانت، ما این خانه را چپه میکنیم. گفتم از کدام سبب چپه میکنیم؟ آخی گفتن که این خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخی حجتاش تیاره. گفتم آخی حجت قلبکی نداره. مقصد شما خودتان دروغ میگین. چی بعد وقتش گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه. امروز گفتم فکر نمیکنه آخی من 8 سال شده خانه را به زور ساز میکنم. گفتم برای از سیمین بلاک مردک در خود مسکو کار میکنه که من خانه کنم. 4 تا فرزندی میده دارم. آخی فکر همین فرزنده را نمیکنه. گفت که این گپ تو به ما افسانه. جوان در سرترین شهرهای روسیه کار میکنین. حکومت که برای شما خانه نداد، منزل نداد، جای زیست نداد، جای کار نداد، غذا نداد، مکتب نداد، معرفت نداد، معارف نداد، طب نداد، هیچ چیز نداد. کوچ بستیم، مهاجرت رفتیم، نه کار کردیم، پول کار کردیم، خانه در اجنبی را رفتیم، تازه کردیم، بدترین کار کردیم. مادر برام یک خانه 2 اتاقه بساز. مادر با 100 زحمت، 100 مردی کار، با 100 مشکلات دیگر تیم بلاک خرید، زمین کند، خانه برداشت، زمین خرید. آیا طبیعی منطقی است که همین زن به اجازت هیچ مقامدار رفته در یک دوشنبه در نزدیک است خانه ساخته باشه؟ آیا عقل درست میگیره؟ آیا مقامات کورو کار بود ندیده بود که همین زن 2 مردی کار برده خانه ساخته است؟ ندیده بود؟ دیده بود. و مقامات خودشون اجازه دادن که برین همونجا شما این زمین، این پول بتین، بخرین، خانه بسازین. و امروز گپ این مادر برای مقامات افسانه است. زحمت او برادر در سرترین شهر روسیه برای این منصبدار و مقامات یک پوف است. میبینین قیمت انسان اینجا رول بازی کرده. قدر شهروند اگر این ملت کم ترک بیدار میشد امروز کوچ میبسند از روسیه. 65,000 در 1 سال شهروند تاجیک شناسنامه روسی گرفتند. اگر ما یک کم ترک ناموس بیدار میکردیم به خدا قسم تمام گل و کودک برمیگشتیم. باید وقتی این فشار میبیا بالای مردم که شما گپاتون افسانه است، زحمت این مهاجر برای اونا افسانه به دست، باید گروه سامان ایر پر میرفت. باید در یک روز 5 رئیس میومد، باید میبرتون، باید میرفتین در نام دری وزارت، دری کمیته، دری اداره دا طلب میکنه که ما اکنون اینجا بیاین، لامبورگینی تون بفروشین، ما را بخرونین، اسپای 100,000 تون 1 میلیون تون بفروشین، اکنون ما در خانه بخرین. نمیخرین پرت از گالسو کش از اتاق بیرون میکنین. با خدا قسم هر یکی شما دا خانه لوکس نسازند، منم هرچی مطمئن باشین هر یکی تید اگر هر ماه $500 معاش نتن، یا که دفع میشن از تاجیکستان گم میشن، یا که برای هر یکی تید $500 معاش میتن. اگر شجاعت ما بیدار کنیم، اگر غیرت بیدار کنیم، ساعت رئیس از گویم بس از برگردیم، بهترین شرایط برای شما
زندگی میتونن اونا دارن امکانیتش دارن میلیون ها میلیارد ها دزدیدگی را برمیگردونن و هر یک تاجیک که در کوچه است مقامات خودش دعوت میکنه اینجا بیا این خانه برای تو میگه نکیم شجاعت بسیار رول مهم میبازه غیرت بسیار رول مهم میبازه گپ این مادر افسانه است مقصد نموندن که همین کودکان من گرفتن ای دستش کودکان من دیدن 4 تا کودک میدان دارم زدن من ای در خانه درم پرتفتن من درآمدن کودکان من دیدن 2 تا گهواره دارم در خانه گهواره من دیدم با برآمدن ای خانه بیرون کردم گفتم برای آخه چی انسان مسلمان هستیدن همینجا شما میخوام در ماه رمضان ناله زنکی کی باید بشنوه ای به شرفو ای کسی که آخی دیروز برو آمدی در سر دمی قدر شبکه میگوی زنبوری اصل میگیری پدر سگ ناله زنک باید کی بشنوه بعد این باید در ماه رمضان به خدا قسم ظلم است در حق این ملت در حق این ملت ظلم روا دیدین تجاوز روا دیدین به نام خدا برداشت این نوارها سخت است اگر در وجود هر یک جوانی تاجیک و تاجیکستانی یک ذره اگر ایمان میجوشه برداشت این مسئله سخت است آبی چشم ایزن در ماه رمضان کودک گوهره در خانه مقامات داخل میشه میزنه تحقیر میکنه دعوا میکنه برای گم که از خانه خدا میگه این دیگه تجاوز است این ظلم نیست این دیگه تجاوز میشود عجیب واقعا حسن‌آباد یک محله نوبنیاد است که در تپه‌های شمال دوشنبه قرار دارد. قبلا این زمین‌ها تابع جماعت چهاریکاران ناحیه رودکی بود و 2 سال قبل قسم زیادی آن به اختیار ناحیه سینای شهری دوشنبه گذشت. ساکنانش میگویند چند سال باز در این محله به سر میبرند ولی از عادی‌ترین شرایط برخوردار نیستند. اینا کجان و خمی جمع از دور اومده ایستادیم ما اینجا عدل خنون خونه نکردیم اینم خیلی پپککیا با ما را چی دکمین کردن زمین دادن ما خریدیم اینجا ما 4 کودک داره مکتب خونن شرایط نداره ما همینجا اگر چی داشته باشیم شرایط داشته باشیم میام همین دمی تاریکوه میستم او همه خرم همش قینه جا از دور اومده کجان میستیم ساکنان گفتند در دست حجت‌های رسمی دارند. رئیس جماعت چهاریکاران در صحبت بدون ثبت به رادیوی آزادی گفت بنیاد منزل‌ها از سوی ساکنان در این منطقه خودسرانه صورت گرفته است و غیر قانونی میباشد. او شرح بیشتر نداد. تو دروغ میگی خودسرانه این دروغ است این دروغ محض است در حق این مردم این دروغ است به اجازت شما موش از هلچش بیرون نمیشود کژدم بر این خانه های مردم هجوم میکنین شما کی مردم فریب میکنین مقامات گفت که اینها به اجازت البته در پشت چشم مقامات دوشنبه پشت دوشنبه ده آیا یک زن میرود در یک حولی کلان خانه میسازه عجیب ساده مردم فکر کردیم عجیب رسانه ها را ساده فکر کردیم عجیب تحلیل کردیم به خدا دیگر از این زیاد ظلم در گوانتاناما نیست در جنگل است در حق یک حیوانی قدر ظلم نمیکنن به خدا چندین یک بار عالم حیوانات نظر بکنین بعضا بیکار شدیم برای قیاس بکنیم خودمون که ما از ما چی کمی داریم ما تحقیر نمیکنم معذرت میخوام دوستان عزیز اما یک بار بدریم یک آهو وقتی در شکمش فرزند داره وقتی میروه که از جانب شیر دستگیر میشود شیر وقتی میفهمه که همون آهو فرزند داره به خدا آهو همون شیر میخواد از بر همون میروه یا که یک آهو وقتی میگیره که یک کودک میده از دمش اومده سرش میته میروه حیوان از حیوان 4 پا داره حیوان از 4 پا است ما چی؟ ما انسانیم خداوند ما رو خلق کرده است خداوند برای ما آزادی داده است نعمت داده است عقل داده است خیرات داده است دانش داده است دین برای ما داده است که در بهترین صورت زندگی کنیم مردم
حتی پیامبر خدا آمد درود و رحمت به او، کاری اولین که کرد غلام بدن را آزاد کرد. گفت مردم نباید غلام باشد. با چندین هزار دینار غلاما را خرید آزاد کرد. این درس نیست، این عبرت نیست، این برنامه پیامبر پس برای چی بود؟ ما کجا؟ ما کدام سمت؟ از کجا گرفتیم این مکتب غلامی را؟ از کجا گرفتیم؟ پیشوا، پسوا، اساسگذار، محترم، فلان، این لسیده گشتیم. بچه ده حق این ملت ظلم نمیبینین؟ یک بار تجاوز نمیبینین؟ کورین کرین؟ عزیز، زیاد دیگه مردم خودتون فکر بکنین.